درود به همه فارسی زبانان عزیز در سراسر دنیا. به کانال مستند خوش آمدید. دوستان اگه دفعه اوله که ویدیویی از من دارین نگاه میکنین، میخوام خواهش کنم برای حمایت کانال کلیک سابسکرایب در پایین ویدیو رو فشار بدین و لطفا ویدیو رو لایک کنین. ویدیو امروز در مورد خانواده اسکندریان هستش و پرونده قتل خانواده اسکندریان. برای اینکه با خانواده اسکندریان آشنا بشیم، باید بریم به بیروت. وارتکس و مارگوریت اسکندریان یک خانواده ارمنی بودن که در بیروت زندگی میکردن. صاحب 2 دختر و 1 پسر بودن و یک رستوران داشتن، یه رستوران خیلی خیلی کوچیک و معمولی به اسم چیکن زنگو. این رستوران در یکی از محله‌های بیروت بود. میگم یه رستوران خیلی معمولی بود، نه از اون رستوران‌های لاکچری که فکر کنین که حالا خیلی مجهز و خیلی شیکه، ولی سس‌هایی درست می‌کرد این رستوران که خیلی خیلی خوشمزه بود و همین سس‌ها باعث می‌شد که خیلی مشتری داشته باشن. افراد خیلی زیادی فقط به خاطر سسی که درست می‌کردن که انگار یه سس سفیدی بود که پر سیر بود و دستورالعملش هم فقط مادر خانواده یعنی مارگوریت اسکندریان میدونست و اون درست می‌کرد. همونطور که گفتم 2 دختر 1 پسر داشتن. پسرشون به اسم ماردیروس بسیار بسیار مورد علاقه خانواده بود. یعنی مادر که اصلا این پسر رو میپرستید و ماردیروس هم به همون شدت به مادرش علاقه داشت. یعنی این علاقه جوری بود که اصلا همیشه میرفت و میومد میگفت این خانوم که مادر منه زن اول و آخر زندگی من هستش. اینقدر برای من مهمه. هر سال تولد مادرش رو تو همون رستوران میگرفت، حتی میومد تاج رو سر مادرش میذاشت و قربون صدقه مادرش میرفت و خلاصه تمام محل میدونستن که این مادر و پسر چقدر عاشق همدیگه هستن و همدیگه رو دوست دارن. هرچی زمان میگذشت هی کار رستوران بیشتر میگرفت. البته اینم بگم که همه کارهای رستوران رو مادر خانواده میکرد. یعنی این بنده خدا صبح بیدار میشد، میرفت مغازه رو باز میکرد، غذاها رو درست میکرد، اون سس مخصوص و معروف رو درست میکرد و تا شب که مغازه رو میبست، رستوران رو میبست و میومد خونه. پدرشون نه که اصلا کار نکنه، کار میکرد، ولی یه اخلاقی داشت که مثلا گهگداری چند روز ول میکرد با دوستاش میرفت خوشگذرونی و بالا سر کار خیلی نبود. علت اینکه رستوران واقعا کارش گرفت میتونم بگم فقط به دلیل مادر خانواده بود که خیلی زن زحمتکش و خوبی بود و بالا سر کار بود. به همون نسبت هم میگم چون خیلی به پسرش علاقه داشت، خیلی بهش بها میداد و خیلی چیزای مختلف، هر چیزی که دلش میخواست ماردیروس میتونست داشته باشه. زمانی که 18 سالش شد مثلا یه ماشین خیلی خیلی شیک براش خریدن، جوری که اصلا توی محل معروف شده بود. تمام دخترای محل نگاش میکردن و به هر حال از اون تیپ پسرایی که وضع مالی خانواده خوب بود و دخترها همه خوششون میومد و کلی هم تیپ میزد میرفت بیرون و خلاصه کلی هم دوست دختر داشت. تو همون محله یه دختری بود به اسم ریتا که فقط 12 سالش بود و ریتا عاشق ماردیروس شده بود. البته ماردیروس اصلا خبر نداشت. ریتا به طور یک طرفه بهش علاقه داشت و همیشه میدید و همیشه با خوش فکر میکرد که وای چی میشد اگه من میتونستم با این ازدواج بکنم. یه چند سال میگذره، بعد مدت کوتاهی ماردیروس هم متوجه میشه که ریتا بهش علاقه داره. یعنی بالاخره در بین همون دخترایی که باهاشون میگشته به طور اتفاقی توجهش جلب ریتا هم میشه. به دلیل اینکه ریتا دیگه 12 سالش نبود، یه مقداری بزرگتر شده بود، 14 سالش شده بود، به هر حال یه مقداری بیشتر داشت جذابیت‌های زنانه پیدا می‌کرد. به همین دلیل بود که ماردیروس متوجه ریتا شد و با هم شروع کردن به رابطه داشتن. ولی ماردیروس بهش میگه که کسی نباید از این رابطه خبردار بشه، به دلیل اینکه تو سنت کمه، اگر که خانواده‌ات خبردار بشن ما به مشکل برمیخوریم. و از اون گذشته ماردیروس دلش نمیخواست کسی بفهمه با ریتا در ارتباطه، چون نمیخواست دخترای دیگر رو از دست بده. میگم یه آدمی بود که با دخترای مختلف هی دوست دختر عوض میکرد و میخواست همه رو داشته باشه دیگه. خلاصه یه جوری کاروبار رستورانشون هم میگم روز به روز داشت بهتر میشد. رستورانشون دیگه تقریبا توی بیروت خیلی معروف شده بود، اکثر آدما می اومدن، درآمد خیلی خوبی داشتن و ماردیروس هم داشت از این شرایط راحت استفاده میکرد دیگه. میگم چون مادرش خیلی بهش علاقه داشت، هر چی دلش میخواست میتونست داشته باشه. تو این دوران ماردیروس درگیر یه سری جریاناتی میشه که جزئیات این جریان رو کسی هنوزه که هنوز نمیدونه. چی بوده؟ این بوده که تو اتاق زیر شیربونیشون مقداری طلا و جواهر پیدا میکنه و به اداره پلیس مراجعه میکنه و میگه که دوستانش این طلا و جواهرات رو دزدیدن و تو خونه اونا مخفی کردن. ولی اینکه آیا واقعا ماردیروس
تو اون جریان دزدی دست داشته و با دوستاش بوده و یا اینکه دستی نداشته و واقعا فقط میخواسته که اون طلا و جواهرات رو به پلیس برگردونه، هیچ کسی رو نمیدونه، چون تعداد زیادی از اهالی محل میگفتن که خود ماردیروس هم دست داشته و زمانی که احساس خطر کرده دوستاشو فروخته. خب دوستاش همه میرن به زندان، ولی باعث میشه دیگه ماردیروس وجه خوبی نداشته باشه. اکثرا خوششون نمیومده به خاطر همین اتفاقی که افتاده و همینطور هم ماردیروس هم احساس خطر میکرده، چون همش با خودش فکر میکرده که خب این دوستاش از زندان آزاد بشن بیان بیرون، ممکنه که براش دردسری درست کنن. به همین دلیل میره حتی 2 تا اسلحه هم میخره. با خودش همیشه این 2 تا اسلحه رو داشته که اگر یهو یک کدوم از این دوستاش از زندان بیان بیرون و بخوام بلای سرش بیارن، به مشکل برنخوره. بعد از اینکه چند سالی از رابطه مخفیانش با ریتا میگذره، پدر مادر ریتا متوجه این رابطه میشن. خب ماردیروس هم پاپیش جلو میذاره و صحبت میکنه، پدر مادرش رو میاره و قرار میشه که با هم ازدواج بکنن. اول خانواده ریتا مخالف بودن به دلیلی که اختلاف سنیشون زیاد بوده، 7 سال با هم اختلاف داشتن. اون موقع ریتا 19 سالش بوده و ماردیروس 26 سالش بوده. ولی وقتی که میبینن این 2 نفر خیلی به هم علاقه دارن و خیلی عاشق هم دیگه هستن، توافق میکنن که ازدواجشون شکل بگیره. ولی ماردیروس همون اول به ریتا میگه که ببین تو زن منی، من خیلی بهت علاقه دارم، دوستت دارم، ولی بعد اینو همیشه بدونی که اولویت من مادرمه. یعنی مادر من جایگاه ویژه داره و اگر یه روز قرار باشه بین تو و مادرم یکی انتخاب بکنم، مطمئن باش که اون یه نفر مادرمه نه تو. اینو همین اول ازدواج بهت بگم که بدونی در جریان باشه که ما هیچ وقت سر این موضوع بحثی با هم نخواهیم داشت، یعنی هیچ جای صحبتی نیستش. به هر حال ریتا و ماردیروس ازدواج میکنن. تو همین سالهایی که اینا با هم ازدواج کرده بودن، خب رستوران همچنان مادر داشت اداره میکرد. حالا ماردیروس هم کمک میکرد، یه مقداری مثلا میومد به عنوان اینکه فقط یه سرکشی میکرد و میرفت، ولی عمده کار به عهده مادر بود. و انقدر رستوران رشد میکنه که وضع مالیشون خیلی عالی میشه. یک عالمه ملک و املاک میخرن توی بیروت و ملکاشون هم شروع میکنن به اجاره دادن، یعنی یه بخش خیلی زیادی هم پول حتی درآمد از بابت اجاره ها داشتن. یکی از این مستاجرایی که داشتن، ماردیروس از این آدم خوشش نمیومده، به دلیل اینکه احساس میکرده این آدم توی یه کارایی هستش، کارای مخفی هستش و یه سری ارتباطات عجیب غریبی داره. به همین دلیل جوابش میکنه و میگه که شما باید از این خونه بلند شید. اون آدم با توجه به اینکه واقعا یه سری ارتباطاتی داشته، 2 نفر آدم رو اجیر میکنه که ماردیروس رو بکشن. این 2 نفر آدم توی یه کوچه خیلی تنگ و باریک ماردیروس رو گیر میندازن و 16 بار بهش شلیک میکنن. ولی شاید باورتون نشه، بعد از 16 بار شلیک ماردیروس زنده میمونه. واقعا یه معجزه بوده. من نمیتونم بفهمم چطوری یه آدم بعد از 16 بار که به شلیک میشه زنده میمونه. در هر صورت بعد از این اتفاق باعث میشه که خانواده اسکندریان دیگه واقعا بترسن، چون مادرشون خیلی ترسیده بوده، میدونسته که خب اینطوری پسرشون اصلا امنیت نداره. حالا همون قضیه طلا و جواهرات رو میدونسته، چون میترسیده که واقعا اون دوستاش از زندان آزاد بشن و یه بلای سر ماردیروس بیارن. از این گذشته الان دیگه این قضیه مستاجره هم که بدتر کرده بود موضوع رو. و میشن با هم صحبت میکنن، میگن که ما که اینقدر وضع مالیمون خوبه، اینقدر درآمد بالایی داریم، چرا مهاجرت نکنیم، چرا بمونیم اینجا که اینقدر بترسیم و احساس ناامنی بکنیم. و تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنن به کالیفرنیا بدون هیچ مشکلی. به دلیل اینکه خیلی وضع مالی خوبی داشتن میتونن مهاجرت بکنن به کالیفرنیا و میرن به لس آنجلس و اونجا زندگیشون رو شروع میکنن. با اینکه خیلی بیزینسشون توی بیروت خوب بود، ولی زمانی که میرن لس آنجلس یه بیزینس دیگه را میندازن، یه خشکشویی باز میکنن. حالا دلیلش من نمیدونم چرا، ولی در هر صورت توی خشکشویی متوجه میشن که ماردیروس به اون مواد شیمیایی که تو خشکشویی استفاده میشه حساسیت داره. و از اونجایی هم که میگم نور چشمی مادرش بود و مادرش عاشق این بود، اصلا خشکشویی جمع میکنن، میگن دیگه امکان نداره این بیزینس رو ادامه بدیم. بعد اون یه مغازه کت شلوار فروشی باز میکنن که اونم خیلی موفق نمیشه و اون مغازه رو میبندن. خب بعد اون ماردیروس با پدر مادرش صحبت میکنه و میگه که خب چرا همون چیکن زنکو رو اینجا باز نکنیم، ما که انقدر تو بیروت موفق بودیم، الان توی لس آنجلس هم که اومدیم اینجا پر مهاجره، خب همین مهاجرا میشن مشتری ما. چون زمان جنگ لبنان هم بوده و میگه که خب خیلی افراد زیادی هم حتی از لبنان مهاجرت کردن اینجا، به نظر من ما کارمون میگیره اگر اینجا همون را بندازیم. اول پدر مادرش مخالفت میکنن ولی بعد راضیشون میکنه و همون
رستوران چیکن زنگو رو اونجا باز میکنن. رستوران رو توی مرکز خرید افتتاح میکنن و خیلی زود مشتریای خیلی زیادی پیدا میکنن. اول همونطور که مادیروس پیش بینی کرده بود مهاجرا میان، حالا چه کسایی که از بیروت اومده بودن اونجا مهاجرت کرده بودن و یا کسای دیگه که به هر حال از خاورمیانه اومده بودن، چون غذاهاشون فقط مرغ نبوده، یعنی شاورما داشتن، فلافل داشتن، غذاهایی که به هر حال توی خاورمیانه خیلی دوست دارن و استفاده میکنن و خیلی سریع کارشون میگیره. حتی بعد از اون آمریکایی‌ها می اومدن و به خاطر همون سسایی که همچنان مادرشون درست میکرد، آمریکایی هم به خاطر اون سسه می اومدن، یعنی اینقدر لذیذ بوده. حالا من که نمیدونم چطوری، امیدوارم دوستانی که امتحان کردن کامنت بذارن و توضیح بدن که آیا واقعا این سس اینقدر لذیذه. در هر صورت کارشون خیلی میگیره و خیلی موفق میشن و بعد از 2 سال، در حالی که سالی $2 میلیون درآمد داشتن، ماردیروس به خانواده‌اش میگه که بیاین شعبه 2 رو بزنیم. اول پدرش میگه که نه، چون پدرش واقعا خیلی اهل کار کردن نبوده، بیشتر میگم اهل خوشگذرونی بوده. حالا دیگه اونجا هم که رفته بودن توی آمریکا، مدام میرفته با زنای مختلف و میرفته حتی قمار میکرد و به هر حال همش تو خوشگذرونی بوده. گهگداری فقط میومده به رستوران سر میزده و مادرش میگه من دیگه نمیتونم، برای من سنگینه، ولی ماردیروس میگه من اداره میکنم، تو نگران نباش. و در سال 1991 شعبه 2 چیکن زنگو رو افتتاح میکنن و قرار میشه که شعبه 2 رو ماردیروس مدیریت بکنه. حالا سس و همچنان مادر تولید میکرده، ولی تمام کارش قرار میشه با ماردیروس باشه. یه مدت کوتاهی بعد از اینکه شعبه 2 رو افتتاح میکنن، متاسفانه وارتکس پدرشون فوت میکنه و خب به هر حال درسته که خیلی کار نمی‌کرده، ولی به هر حال یه گوشه از کار رو گرفته بوده دیگه و همین باعث میشه که فشار کاری باز روی مادرشون بیشتر بشه. چون که از اون طرف هم ماردیروس هم یه پسری بوده که خیلی به یه نوعی لوسش کرده بودن، به همین دلیل اونم خیلی کار نمی‌کرده، یعنی مثل پدرش بوده. اونم هر چند روز یه بار میرفته با دوستاش لاس وگاس، اونجا میرفته قمار می‌کرده، میرفته خوشگذرونی می‌کرده و زن و بچه‌ش هم بهشون خیلی توجه نمی‌کرده. اینم خدمتتون بگم که ماردیروس و مادرش و همسرش ریتا به همراه 4 پسر ماردیروس و ریتا توی یه عمارت خیلی بزرگ توی لس آنجلس زندگی میکردن، یعنی به نوعی همه با هم توی خونه بودن. ماردیروس صاحب 4 پسر بوده به نامهای دیکران، آرا، استی و وارتکس که همشون میگم توی همین عمارت زندگی میکردن. ولی این پسرها هم خیلی کمک حال نبودن، یعنی پسرها جوری نبوده که بخوان تو کارهای رستوران کمک بکنن. خود ماردیروس هم با وجود اینکه میگفته من کمک میکنم و مثلا مدیریت میکنم، ولی واقعا در حد همون مدیریت بوده، یعنی میومده سر میزده و خیلی وای نمیستاده. از اون طرف خیلی به خانواده‌اش هم توجه نداشته. حالا من فکر میکنم به دلیل اینکه خیلی لوس شده بوده و همینطور به دلیل رفتارهای پدرش، انگار اونم الگو برداری کرده بوده و ماردیروس هم مثل پدرش میرفته هر چند روز یه بار با دوستاش میرفته خوشگذرونی، حتی میرفته با خانم‌هایی که مثلا توی لاس وگاس کار میکردن رابطه داشته. همش پی خوشگذرونی بوده و پی این بوده که کجا میتونه برنامه خوبی داشته باشه و میگم هر چند روز یه بار حالا به رستوران یه سری میزد و به خانواده‌اش هم خیلی کاری نداشته که مثلا حالا بخواد با اونا وقت بگذرونه و اصلا بالا سر بچه‌هاش باشه، نه، به این شکل اصلا نبوده. در صورت همینطور که ماردیروس در حال خوشگذرونی بود، مادرش بنده خدا داشت نان استاپ تو این 2 رستوران کار میکرد، یعنی میگم تمام این رستوران ها رو دست این مادر میچرخید، مثل همون گذشته که حالا توی بیروت رو دست این بنده خدا بود، اونجا هم به همین شکل بود. حالا فقط 2 شعبه شده بود، شعبه ها بیشتر شده بود و کار این خانم بیشتر شده بود و تو این سالا هم تعداد شعبه ها رو باز بیشتر میکنن، یعنی از یه دونه شعبه‌ای که اول شروع میکنن میرسه به 6 شعبه. حالا اون شعبه اول و دور بیشتر تحت نظارت مادر بود و اون 4 شعبه دیگر رو به هر حال میرفته فقط سر میزده. ماردیروس میرفته یه چک میکرده ولی سس میگم همون سس بوده، یعنی سس به طور مشترک مادر تولید میکرده و به تمام شعبات میداده. اینقدر درآمد این رستورانا بالا بوده، یعنی من هر چقدر بگم که این خانواده درآمد داشتن بازم کم گفتم. یه ثروت افسانه‌ای به هم زده بودن، ولی میگم همش روی دستای مبارک این مادر بوده، این بنده خدا فقط زحمت میکشیده. ماردیروس مدت خیلی زیادی بوده که دل دردای شدید داشته، معده درد شدید داشته، ولی خود درمانی میکرده که متاسفانه من خیلی هم دور و بر خودم میشناسم که این کارو میکنن. نمیدونم چرا علاقه ندارم برن دکتر، علاقه ندارم برن چکاپ، یا حتی نمیدونم انگار که مثلا میترسن اصلا از دکتر و این خیلی چیز خیلی بدیه.
در هر صورت یه روز انقدر دل درد زیاد میشه که دیگه مجبور میشه بره بیمارستان. زمانی که میره بیمارستان بعد از آزمایش دکتر بهش میگه که تو دچار سرطان روده هستی و این سرطان از نوع پیشرفته هستش، به دلیلی که خیلی دیر مراجعه کردی ما کار خاصی نمیتونیم برات بکنیم، خیلی ریشه دونده توی بدنت، نه با جراحی میشه بهت کمک کرد نه با چیز دیگه ای، برها شاید مدت زمان خیلی طولانی زنده نباشی. زمانی که ماردیروس رو میشنوه حالش خیلی بد میشه، به خاطر اینکه اصلا توقع نداشته این همچین چیزی بشنوه، داشته خیلی از زندگیش لذت میبرده و با اون پولایی که در میومده فقط میگم در حال خوشگذرونی بوده. همین باعث میشه که منقلب بشه و تصمیم بگیره که به خانواده‌اش بیشتر توجه بکنه. خب با خودش هم فکر میکنه که ما الان 6 تا شعبه داریم، بعد از مرگ من چه اتفاقی قراره بیفته برای این شعبه ها، چه کسی میخواد اینا رو مدیریت بکنه. و با خودش میگه که بهتره که من 4 تا شعبه رو بدم به دست پسرام، اون 2 تا شعبه اولم که مادرم هستش و مادرم مدیریت میکنه. وقتی با مادرش در میون میذاره این موضوع رو، مادرش خیلی عصبانی میشه، به دلیل اینکه مادرش اصلا راضی نبوده که اون 4 تا شعبه رو بخوان این 4 تا پسر مدیریت بکنن. حالا علتش هم الان خدمتتون میگم که چرا مخالف بوده. اون زمانی که ماردیروس این حرفو به مادرش میزنه، 4 تا پسرش تو بازه سنی بین 17 تا 25 سال بودن. اونی که 17 سالش بوده که اعتیاد به قرص داشته. اون یکی پسرش اعتیاد به مواد مخدر داشته. 2 تا دیگه پسراش که مثلا یکم بهتر بودن، هر دوتاشون تصمیم میگیرن که وکیل بشن. تو آزمون وکالت شرکت میکنن ولی تقلب میکنن. حالا شما فکر کنید کسی که قرار وکیل بشه با تقلب وکیل بشه، یعنی کی میاد یه همچین وکیلی رو انتخاب بکنه که خودش متقلبه؟ و مچشون رو میگیرن سر جلسه امتحان، باعث میشه که آبروشون حسابی بره. بعد از اون هر دوتاشون یه جورایی حالا شکل عوض میکنن. یکیشون که به خاطر این اتفاقی میفته خیلی منقلب میشه و از اون ور بوم میفته، دیگه میگه من خواب عیسی مسیح رو دیدم و هی میرفته تو خیابون راه میافتاده، به مردم ایراد میگرفته و تو داری این کارو میکنی، میری به جهنم، تو این لباسو پوشیدی میری به جهنم، همه رو کلافه کرده بوده، خلاصه دیوونه کرده بوده. اون یکی هم یه جور دیگه خل شده بوده، همش میرفته سراغ کارگرای جنسی، بهشون پول میداده و باهاشون رابطه داشته و حتی یک روز یکی از این کارگرای جنسی پولش رو میدوزه بعد از اینکه باهاش رابطه داشته و فرار میکنه. این با میشینه پشت فرمون ماشین توی اتوبان داشته تعقیب میکرده که مثلا بتونه حالا اون انتقام بگیره ازش و اسلحه داشته، با اسلحه شلیک میکنه، این خانمو میکشه. توی دادگاه محکوم به حبس ابد میشه ولی با یه وثیقه 2 میلیون و خورده دلار فکر میکنم میتونه آزاد بشه و از زندان بیاد بیرون. حالا من میخوام خدمتتون بگم که دلیل اینکه این مادر بزرگ چرا میگفتش که نه چی بود؟ به دلیل که هیچ کدوم از این نوه ها به درد نمیخوردن که بخوان کار بکنن. میگن همشون فقط توی این سالا نشسته بودن از این پولا استفاده میکردن و هیچ کدومشون آدم درستی از آب در نیامده بودن. و خب تمام این تعداد شعبات که زیاد شده بود و این درآمدی که داشتن نتیجه زحمات این مادر بود. هیچ کدوم هیچ کاری نکرده بودن. میگم حتی خود ماردیروس هم خیلی کار نمیکرد. به همین دلیل مادر خیلی مخالفت میکنه. ولی ماردیروس برخلاف همیشه که اصلا رو حرف مادرش حرف نمیزد، این بار برمیگرده به مادرش میگه که من تصمیم خودم رو گرفتم، من میخوام این 4 تا شعبه رو بدم به دست هر کدوم از این پسرا و نمیخوام اصلا دیگه راجع به این موضوع چیزی بشنوم. وقتی که مادرش میبینه که ماردیروس این تصمیم رو گرفته و داره باش اینجوری حرف میزنه، میگه که من دیگه از امروز به بعد نه میخوام با تو حرف بزنم نه میخوام چیزی در این مورد بشنوم و خونه رو ترک میکنه، میره به سمت خونه دخترش و با دخترش زوبی که حالا یه جای دیگه زندگی میکرده میره تو اون عمارت شروع میکنه به زندگی کردن و از اون روز دیگه حتی یک کلمه با ماردیروس حرف نمیزنه. ماردیروس خیلی تحت فشار بوده، میگم چون خیلی به مادرش علاقه داشته، اصلا دیوانه‌وار مادرش رو دوست داشته و از اون گذشته خب این مریضیش هر روز داشت روز به روز بدتر میشد، روز به روز ضعیفتر میشد، از نظر روحی هم نیاز داشت که مادرش در کنارش باشه. ولی خب مادرش هم اصلا حاضر نبود که با ماردیروس صحبت بکنه و یا ماردیروس رو ببینه. ماردیروس انقدر دیگه حالش بد شده بود، انقدر این مریضی بهش غلبه کرده بود که خیلی لاغر شده بود و حتی کارهای روزمره‌اش رو به سختی انجام میداد. یعنی نمیتونست به تنهایی دوش بگیره، بعد حمام میبردنش. حتی خیلی مواقع از پوشک مخصوص بزرگسالان استفاده میکرد چون نمیتونست راحت بره به دستشویی، سختش بود. بعد یکی کمکش میکرد و میگم خیلی لاغر شده بود و خودش احساس کرده بود که اواخر دورانش هستش. و یه روز به زنش ریتا میگه که من واقعا حاضر نیستم مادرم رو ببخشم.
غیر ممکنه، یعنی تا زمانی که نفس میکشم این مادر رو من نمیبخشم. من میگم تو همین روزا که دیگه خودش احساس کرده بود که شاید اواخر عمرش هستش و شاید مدت طولانی دیگه نتونه زنده باشه، یه روز از خواب بیدار میشه، میره خودش تنهایی دوش میگیره، کچلوارش رو تنش میکنه، بعدم به زنش ریتا میگه که من دارم میرم به رستورانا سر بزنم. زنش میگه که آخه تو چطوری داری میری؟ تو که حالت خوب نیستش، بدنت ضعیفه. میگه اتفاقا امروز حالم خیلی خوبه. و به جای که بره به رستوران سر بزنه، مستقیم میره خونه خواهرش زوبیک. وقتی که میرسه سراغ مادرش رو میگیره و میگه خب مادر رستوران داره کار میکنه، بشین که حالا تا مادر برگرده. با هم کلی صحبت میکنن، ازش پذیرایی میکنه. بعد چند ساعت مادر میاد خونه. زمانی که مادر میاد خونه برای اولین بار بعد مدت‌ها به هر حال شروع میکنه به حرف زدن با ماردیروس. با هم صحبت میکنن و داشتن در مورد همه چی حرف میزدن. تو همین فاصله که داشتن با هم حرف میزدن، ماردیروس از جیبش 2 تا اسلحه در میاره و اول به خواهر زوبیک توی سرش شلیک میکنه که جا به جا کشته میشه و بعد که میخواسته به مادرش رو شلیک بکنه، مادرش رو شروع میکنه به دویدن سمت در و داد زدن که داشته التماس میکرده که منو نکش. اول از پشت بهش شلیک میکنه و بعد از اینکه مادر همچنان داشته التماس میکرده که این کارو نکن و منو نکش، 8 بار دیگه به مادرش شلیک میکنه که مطمئن بشه مادرش مرده و بعدم میاد خیلی خونسرد میشینه و به سر خودش شلیک میکنه. این ماجرا رو هم بچه زوبیک تعریف کرده که چه اتفاقی افتاده، به دلیل اینکه تو تمام این مراحلی که داشته اتفاق میافتاده روی پله ها نشسته بوده و متاسفانه ناظر این صحنه ها بوده که چه اتفاقی افتاده. بعد از این اتفاق وحشتناک، شاید باورتون نشه ولی تا سالیان سال دادگاه بود بین خانواده اسکندریان با خانواده اسکندریان. یعنی که این خانواده خودشون افتاده بودن به جون همدیگه بابت ارث و میراث و بابت اینکه کی میتونه این رستورانا رو بگیره. دادگاهشون هم خیلی انگار معروف بوده به دادگاه اسکندریان و چند سال طول میکشه. به دلیلی که هم بچه‌های خواهر ماردیروس میخواستن سهم ببرن و هم خود پسرای ماردیروس افتاده بودن به جون همدیگه. در صورت بعد از چند سال این دادگاه مشخص میکنه که حالا کدوم رستوران به کی میرسه و الان این رستورانا تفکیک شده است و صاحبه مختلف داره دیگه. تو همین خانواده همشون اسکندریان هستن ولی خب با هم قهرن و با هم رابطه ندارن. ولی جالبه که رستورانا هنوز تحت یک استاندارد کار میکنن، یعنی منوشون یکی هستش، هنوز همون سس سرو میشه. حالا حتما مادر دستور در واقع درست کردن اون سس رو به یک کدوم از افراد خانواده داده بوده که هنوز داره اون سس سرو میشه، همون استانداردو داره. ولی میگم اصلا با هم ارتباطی ندارن، با هم دیگه صحبت هم حتی نمیکنن و در ارتباط نیستن، ولی مالک همون اسکندریان هستن توی همه رستورانا. دوستان این اتفاقی که افتاد، این کاری که ماردیروس کرد، فکر میکنن یک بار دیگه نشون میده که بین عشق و نفرت واقعا میگن وقتی یه مو فاصله است همونه. یعنی انقدر ماردیروس عاشق مادرش بود، انقدر بهش علاقه داشت که انگار زمانی که مادرش باش قهر کرد و باش نمیخواست رابطه داشته باشه، یهو دچار یه جنونی شد که دیگه این به نفرت تغییر پیدا کرد که حاضر شد مادرش رو از بین ببره بکشه فقط به خاطر که باهاش نمیخواست حرف بزنه و از دستش ناراحت بود. که البته منطق مادر کاملا درست بود، این پسرها هیچ کدوم لایق این نبودن که بخوان اونجا رو اداره بکنن و این مادر سالیان سال زحمت کشیده بود که اون رستورانا رو به اونجا رسونده بود. ولی خب من نمیدونم چرا اولا که ماردیروس پاشو توی یک کفش کرد که باید حتما پسراش اونجا رو بگیرن و بعد خودش اداره بکنن، و یا اینکه چرا نمیخواستش که یه مقدار غرورش رو کنار بگذاره، بشینه با مادرش صحبت بکنه و مشکلاتشون رو حل بکنه. چرا واقعا یهو از اون عشق شدید رسید به این نفرت که بخواد مادرش رو با شلیک 8 گلوله از بین ببره. در اصل ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. خواهش میکنم که شما هم نظرات خودتون رو در قالب کامنت در پایین ویدیو برای من بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.